خب بریم سراغ بقیه متریال. یه چیز داریم به اسم آیپد در واقع میاد ارگانایز میکنه تمام اون سایز هایی که ما نیاز داریم رو از کوتاه تا بلند روش میذاریم. چون ببینید ما چند مدل پالت داریم، یا پالت ها میکس سایز هستن. حالا من اینجا یه دونه مینی پالت دارم بهتون نشون بدم، برند چارملش هم هستش، از دمشق دبی گرفتمش. ببینید این یه دونه مینی پالته. خب ما پالت های بزرگتر هم داریم. پالت بزرگتر تعداد لاین بیشتری توشه. مینی پالت ها بیشتر یا سامپلن یا اینطوریان که مثلا سایز هایی که کمتر استفاده میشه توی بازار به صورت مینی پالت فروخته میشه، یا رنگ هایی که کمتر استفاده میشه به صورت مینی پالت فروخته میشه. ولی به طور کل پالت ها یا تک سایز هستن یا میکس سایز هستن. یعنی چی؟ یعنی یا از سایز کوتاه تا بلند، مثلا از سایز 7 تا 15، از 8 تا 15 داخلشون هست، یا تک سایزن، یعنی سایز 8 جدا، 9 جدا، 10 جدا. حالا شما وقتی که میخواین خرید بکنید اوایل شاید یه دونه میکس سایز یا دو تا میکس سایز میخرید واسه تمرینه. بعد که میخواید برید سر کار و برید تک سایز تهیه بکنید که مثلا تا چند ماه داشته باشید. خب وقتی تک سایز میخری پالت 9 8 جدا، باید پالتا تو یه جا بچینی ولی تمام سایزا تو به ترتیب روی آیپد قرار بدی، کنار دستت باشه میخوای استفاده بکنی. آیپدهای مدرج. حالا این داستانش اینه. پالت ها هم رنگی دارن، فرای مختلف دارن، ضخامت مختلف دارن، برندها زیاد هستن و بهتون میگن، یعنی بهش میپردازیم توی بحث ضخامت و نمیدونم فرشناسی و این داستانا بهش میپردازیم که چی تهیه کنید برای همه خوب باشه، اوکی باشه. اگر خواستین حالا فرای مختلف، ضخامت‌های مختلف داشته باشین، همه رو توضیحاتش رو بهتون خواهم داد. حالا فعلا توی بحث متریال شناسی هستیم. فقط بدونید که ما یک چیزی به اسم پالت موژه داریم. حالا بریم سراغ پنس. دو تا ابزار خیلی مهم، پنس دست راست، پنس دست چپ. من خودم دست راست هستم، برای افرادی که دست چپ هستن برعکسه. ما یک پنس رو دست راستمون میگیریم، دست اصلیمون، یک پنس رو تو دست چپمون میگیریم. این اکستنشن کاری هستش که باید شما با دو تا دست انجامش بدید. این نکته رو از همین الان بهتون بگم، پنس رو باید 3 انگشتی تو دستتون بگیرید، مثل خودکار نباید بگیرید. هم مثل خودکار گرفتن به آناتومی دستتون آسیب میزنه، هم فشار بیشتری میخواد به عصب دستتون آسیب میزنه. وقتی 3 انگشتی در واقع میگید 60 این اشاره و این یکی انگشت وسطتون، فشار کمتری به دست و عصبتون میاد و اینکه اصلا مسلط تر هستین، دستتون نمیلرزه و از اول درست عادت میکنین دیگه تا آخر. یعنی من 7 سال کار موژه میکنم، مثلا نه تا حالا دست درد گرفتم نه مشت درد گرفتم نه چیز، به خاطر اینکه از اول 3 انگشتی گرفتم. توی این دست هم همینطوره، باید 3 انگشتی بگیرید. خب حالا این پنس رو عمود میگیریم، باهاش کار انجام میدیم. یعنی این پنس این شکلی نیستش یا این شکلی نیستش یا اینجوری نمیگیریم، خب یا رو به خود عمود هستش، باهاش کار انجام میدیم. اما این یکی پنس به صورت این شکلی، انگار میخوای یه نیزه پرت کنی، به این شکل میگیریمش و میخوایم ازش استفاده بکنیم. حالا کار این پنس دست چپ، پنس ایزوله، باز کردن بین موها هستش که یه دونه تار مو رو این وسط گیر بندازیم، نصبمون روش انجام بدیم، چون گفتیم روشمون تار به تار. کار این چه هستش؟ پیکاپ موژه، ساختن موژه، یعنی برداشتن و ساختن موژه. برداشتن موژه اسپایک، برداشتن موژه والیوم، هر موژه، یا ساختن فن والیوم. حالا بهتون میگم فن والیوم اینا چیه، جلوتر بهتون میگم. این دو تا پنس رو ما استفاده میکنیم. مشخصاتی که باید نداشته باشن چیه؟ توی پنس والیوم، الان این مثلا من برند خودم بود، دادم برام لوگو زدن روی این در واقع پنس ها، و پنس ها شکل و شمایل خیلی مختلفی دارن. اینو بهتون بگم بچه‌ها، من مسیح این مدل پنس رو تایید میکنم، مشخصاتی که الان میگم داشته باشه. 1 سبک باشه، فلزش خیلی نیاز به فشار دست نداشته باشه که این دو تا لت کیپ بشه. 2 موقعی که این دو تا لت کیپ میشه درز نداشته باشه، تک مرحله‌ای باشه. تک مرحله‌ای یعنی از اول تا آخرش با یه فشار بسته بشه. 2 مرحله‌ای ها به درد روشی که من میگم نمیخورن، به درد روش‌های دیگه میخورن و اول نوکشون کیپ میشه، با یه فشار دیگه تا تهشون کیپ میشه، اونم به درد کار ما نمیخوره، اصلا فشار بیشتر هم نیاز داره. 2 اینکه
سر پنس حتما 8 میل تا 1 سانت باشه، کوتاه‌تر نباشه، نه خیلی پهن نه خیلی باریک باشه و 90 درجه باشه. ببینید اینو وقتی که روی سطحی قرار میدیم این دسته به صورت 90 قائم قرار بگیره. این مشخصات پنسی که من تایید میکنم. حالا پنس ها مدل نانو و ساده دارن. نانو یعنی این قسمت سرش شیار داره، زبر داخلش، برای اینکه بتونه پیکاپ بهتری انجام بده و فول پیکاپ باشه. اما فول پیکاپ بودن یا نبودن یا سالم بودن یا نبودن پنس رو چطوری میتونیم مشخص کنیم؟ آیا به برندشه؟ آیا میتونیم از فروشنده بپرسیم؟ نه، تست کردنیه بچه‌ها. یعنی یه نفر که بلد فنسازی کنه باید تست کنه پنس رو براتون برداره. اگر که شما نخواین تست بکنین و غیر حضوری بخرین ممکنه که پنستون خطا داشته باشه، حتی اگه ظاهرش سالم باشه. پس یعنی یا باید از اینکه مطمئنه و معتبره بخرید، مطمئن باشین که جنس درستی رو بهتون میده. دو اینکه مطمئن باشین از اون طرف تست پنس رو بلده، یعنی بلده باش فنسازی کنه، برداره، بدونه که این اصلا نقطه پیکاپش کجاست، چه وسعتی رو پیکاپ میکنه. توی این شکل پنس رو بهش میگیم دلفینی. دلفینی اوکیه، بهترین نوع و خوش دست‌ترین و راحت ترین نوع پنس های ایزوله دلفینی ها هستن. مهم اینه که سبک باشه و نوکش تیز باشه، همین. بعد بچه‌ها پنس ها نباید زمین بخورن. اگر که زمین بخورن خطا میدن و سرشون کج میشه، مثل قلاب اینجوری برگردون میشه و باید بندازید دور، دوباره یه دونه نو بخرید. یه سری جا میگم ما پنس رو تعمیر میکنیم، ولی خب بگیر نگیر داره، یعنی شما نمیتونی معطل بایستی حالا پنس رو بفرستی، آیا چقدر طول بکشه تعمیر بشه نشه بعد دور بر شما ارسال بکنن. این موضوع در نظر داشته باشید که واقعا پنساتون زمین نخورن. حالا اینا شاید خودتون هم بتونید درستشون کنید چون فقط نوکش صافه، نهایت کج بشه شما بتونی یکم ور باش برید صافش کنی، یه ذره سوهان بهش بکشی، مثل سوهانایی که ناخن‌کارا استفاده میکنن همونا، سوهان بهش بکشی دوباره نوکش رو تیت کنی. ولی اینا چون قراره قسمتی رو بردارن و سور نخوره موجه توش، اگر که زمین بخوره دیگه به نظر من به اون حالت اولیه خودش هیچ وقت بر نمیگرده. این تجربه که من داشتم این بوده که باید جدید برمی‌داشتیم. پس اینم از پنس. درگیری شکل و شمایل و پنس هم طلایی باشه و فلان باشه نباشید. واقعا بچه‌ها کاربرد پنسه که باعث میشه شما حین کار اذیت نشید و کارتون تا آخر راحت و سریع پیش بره. اگر که بخواید درگیر خوشگلی یه سری چیزا باشین واقعا حین کار ممکنه که اذیت بشین. یعنی حتی اگه چند دو تا پنستون با هم ست هم نبود اشکالی نداره از لحاظ رنگش، مهم کاربردشه بچه‌ها. خب بریم یه چیز دیگه هم بهتون معرفی کنم. آینه برگردون. این آینه برگردون بچه‌ها چی هستش؟ موقعی که ما داریم نصب میکنیم خب چشم مشتری بسته است، ما از بالا داریم نگاه میکنیم، یعنی نمای روبرو رو نداریم. این شکلی هستش، میگیریم زیر چشم مشتری، مثلا نمای روبرو رو نگاه میکنیم. اوایل ممکنه شما این کار انجام بدیم ولی سعی کنیم بهش عادت نکنیم، یعنی یاد بگیریم که شما اگر از بالا چه کار کنید نمای روبروش چطور خواهد شد. شاید مثلا برای خط چشمی ها و حالا دوره ادوانسی مقداری براتون کاربردی تر باشه، ولی که مثلا نگاه میکنید از پایین ببینید مثلا اون خط چشمی اکستنشن آیلاینرتون مثلا ایجاد شد یا نه. ولی میگم از بالا بعد از یه تایمی که کار میکنید خودتون متوجه میشید که اگر از بالا چه جوری نصب کنی و چی کار کنی از نمای روبروش چه جوریه. کی این دانش رو به دست میاری؟ زمانی که شما کارتو انجام دادی و خب میدونید که از بالا چه کار انجام دادی و چی نصب کردی و بلند میشی میری دیگه مشتری چشمشو باز بکنه. وقتی نمای روبرو رو میبینی تازه متوجه میشی که آها من از بالا اون کارایی که انجام دادم نما شد این طی تجربه به شما اضافه میشه. یعنی دیگه به جایی میرسیم که اصلا نیاز نیست چکش کنین، وسط کار بلند شین از پایین نگاش کنین، خودتون دیگه میدونین که از بالا چی کار کنین، نمای روبروش چطور خواهد شد. من میگم آینه کمکی هستش، حالا میتونین دوست دارین کمک بگیرین ولی نباید به چیزای کمکی همیشه عادت بکنین چون باعث میشه که ذهنتون رو آف بکنه. چون آموزشای من به جز IQ به EQ یا هوش لحظه‌ای هم نیاز داره، در واقع این رو از شما میخوام که از هوش لحظه‌ایتون همیشه کمک بگیرید و همیشه آماده این باشید که در لحظه
اگر نیازه استراتژی، روش یا یه سری چیزا رو تغییر بدین برای نتیجه مطلوب. یعنی در واقع اصلا در لحظه هوشیار باشید، اگر ایرادی چیزی هست، مشکلی هست، متوجهش بشید. منظورم اینه کارتون رو انجام ندید آخر سر که چشمشو باز کرد تازه بفهمی آهان یه ایرادی داشتم. همون لحظه حین کار شما میتونید خیلی از ایراداتتون رو با استفاده از هوش لحظه‌ای یا EQ برطرف بکنید. البته تمریناتی که بهتون میدم کلا بر پایه EQ، یعنی EQ محور آموزش‌های من و باعث میشه که شما دو نیم کره مغزتون همزمان که فعاله هیچ، چون دو تا دست دارید کار میکنید، هوش لحظه‌ایتون هم فعاله. هوش لحظه‌ای مثل رانندگی میمونه بچه‌ها. مثلا دیدید مجبور میشید یهو تغییر مسیر بدید، یهو از این لای برید توی اون لای. یعنی اینطوری نیست که بگید من میخوام برسم به مقصد همین خط مستقیم میگیرم میرم جلو فقط گاز میدم تموم شد و رفت. نه، این شکلی نیست. واقعا نیاز داره که شما یه سری جاها تغییر جهت و تغییر مسیر بدید برای اینکه به نتیجه بهتر و متفاوت تری برسید. ببینیم دیگه چی داریم. یه سری مطالب هستش که برای لیفت موج و ابر و اینا هستش که اونو جداگونه بهتون توی یک ویدیو دیگه توی یوتیوب توضیحش رو خواهم داد. فکر میکنم که الان میتونیم بریم سراغ بحث های تخصصی تر اکستنشن موژه که توی ویدیو بعدی بهش بپردازیم. یک چیز دیگه هم من اینجا دارم بهتون نشون بدم. بچه گوش پاک کنم به کارتون میاد، یعنی گوش پاک کنم کنارتون داشته باشید. این سرم های شستشو هستش که ما اینجا استفادهش میکنیم. دو تا کار مونده. یکی که اگر شما خواستین چشم مشتری رو با فوم اون لحظه که روی تخت دراز میکشه خودتون بشورید. حالا نکته داره ها، اگر شما بخواید یه مقدار لاکچری برخورد بکنید و تخصصی برخورد بکنید و مشتری براش تایم مهم نباشه و اون سالونی که توش کار میکنید پرستیژ و VIP بودن براش مهم باشه، بعد خودتون چشم مشتری رو بشورید. ولی زمان بره، مثلا ممکنه اوایلش 5 تا 10 دقیقه زمانتون رو بگیره، به خاطر اینکه شما از براش فوم باید استفاده کنین. یه براشایی هستن مثل شوت سایه حالا کوچیک‌تر و آغشته میشن به فوم، به صورت دورانی چشم رو میشورید و بعدش که میخواین تمیز بکنین اون کف فوم رو با دستمال کاغذی که برمیدارید باید لیزیش رو از این آب بریزی روی این قسمت حالا که فوم زده شد و یه دستمال هم یا یه حوله از این حوله یه بار مصرف هم بگیرید کنار سر مشتری که این آب جذب اون دستمال یا حوله بشه و توی مو و توی گوش مشتری نره. خب یه مقدارم سخته هندل کردن این داستان و یکی من بعضی از مشتری ممکنه چندشی باشن اصلا از این روش خوششون نیاد. من بهتون بگم خیلی راحت‌ترن که خودشون میرن توی سرویس میشورن میان. حالا اون شوت فوم رو، اون براش فوم رو میتونید بهشون بدین برن بشورن. حتی براش فوم رو میتونید به بچه روی پکی که یه دونه براش داخلشه و حالا چیزی که مشتری نیاز داره یه دونه براشه بعد بهش رایگان بدید. بچه بهش نفروشید براشو، واقعا پرستیژتون میاد پایین. میتونید اون پک رو که شامل براشه و یه دونه براش فوم به مشتری بدید. براش فوم رو میتونید بهش بفروشید. خب میتونید هم رایگان بدید. حالا بستگی داره که شما بخواید چطور جذب مشتری کنید. بعضی وقتا بچه‌ها خیلی از پولایی که ما به تبلیغات میدیم و میتونیم به این شکل تبلیغات بکنیم. اون براش بهش رایگان بدین و هم حس خیلی خوب بهش دست میده که چیزی که نیاز داره از طرف شما روی خدماتش دریافت کرده به عنوان حالا شاید گیفت و اون براش رو میتونه با خودش ببره خونه و هر دفعه نیاز داره که اصلا با براش فوم چشمش رو بشوره. چون بعضی از مشتری‌ها وقتی که بهشون براش فوم نمیدی دیگه اصلا چششون هم درست نمیشورن. دفعه بعدی که میاد کلی چربی و پوست مرده توی زن موجشه و کار خودتون رو سخت میکنه توی ترمیم. خلاصه اونایی که چندشیان و اینا و شما شاید تایم ندارین و سالن براتون پشت هم مشتری میذاره، خود مشتری عجله داره، میتونن خودشون با فوم بشورن. یه کاربرد دیگه ای که این داره چیه؟ بعضی وقتا از این پدا که میخرین اگر که اوایل کارتون از مبتدی هستین اصلا تعداد نخرین بچه‌ها، 50 تا نخرین، به خاطر اینکه اینا با اینکه تاریخ انقضاضشون هست بعد از 1 ماه 2 ماه رطوبت خودشون رو از دست میدن و وسط کار مثلا داری کار میکنی از روی پوست مشتری ممکنه بلند شه اصلا از اول درست نچسبه چون نیمه مرطوبه. مثلا الان من اینو که دارم نیمه مرطوبه نشونه داره، فیلمشو گذاشتم توی اینستاگرامم. بعدا من مجبورم با آب احیاش کنم، رطوبتش رو یکم بیشتر کنم که حین کار بلند نشه از روی چشم مشتری. بعضی از پدا
کلا اصلا دیگه خوش شده، یعنی آبم بزنی هیچ فایده ای نداره. نیمه مرطوبا رو میشه احیا کرد، اونایی که خوش شده نه. حالا ما از کجا بفهمیم که مثلا فروشنده ما میتونیم چجوری چکش کنیم بفهمیم مثلا الان رطوبتش چقدره؟ بچه‌ها ممکنه تاریخ هم داشته باشه. شما اگر خواستین از اون فروشنده پد بخرید یه حرکتی میتونید بزنید. یه دونه پدو مثلا از اون بسته‌ای که داره بهتون میخواد، بسته رو مثلا یا بسته‌ای میخواین بخرید یا نه از اون بسته میخواد چند تا جدا کنه بهتون بده، یه دونه‌شو باز می‌کنید، بعد اون چیزشو جدا می‌کنید، برچسبشو جدا می‌کنید، چکش می‌کنید که رو دست خودتون بچسبونین و چکش کنید. کلا پدا وقتی که مرطوب باشن حالت بیرنگ داره اون قسمت رطوبتش، حالت اگر نیمه مرطوب باشه یه قسمت‌هاش سفیده یه قسمت‌هاش بیرنگه، اون قسمت بیرنگ مرطوبه، اون قسمتی که سفید شده یعنی رطوبتش از دست رفته. ببینید تو چه وضعیتیه و رو دستتون بچسبونید. اگر که اوکی بود از بقیه‌اش هم بخرید، مثلا 10 تا بخرید، نهایتا می‌خوای پول 11 تا رو می‌خوای بدی، یه دونه‌ش هم تست کردی دیگه، عوضش ضرر نکردی رو 10 تا دیگه. ولی اگر تست نکنی 10 تا رو بخری ممکنه 10 تا رو ضرر کنی. اینم بهتون گفته باشم. این راهکاریه که فروشنده نتونه تو پاچه شما بکنه پدای نیمه مرطوب یا خشکشو، چون بچه‌ها خریدن خشک بوده. بعد سعی کنید که حالا پدایی که این شکلی پدش پیداست بهتر تشخیص میتونین بدین. بعضیش انقدر رطوبتش اوکیه که خودش اینجاها خیس دیده میشه، ولی یه سریش هست اصلا کلا شما این مثل اینه هیچی نمیبینید. باید حتما بازش کنید، بچه چکش کنیم که ضرر نکنید لطفا. من خیلی برای مهم شما ضرر نکنید. خب دیگه چی داریم؟ تقریبا متریال‌های موژه رو همه رو بهتون گفتم. حالا برای کسایی که تازه میخوان شروع کنن کیف موژه هست که مثلا میتونین بخرین، وسایلتون رو توش بذارین که حالا هر سالونی که میرین میخواین مشغول به کار بشین با کیف موژه برین و خب پرستیژ بهتر براتون داره. یا مثلا شما نیاز به اوایل چون تمرین میخواین بکنین نیاز به موژه های تمرینی دارین، نیاز به کله مانکن دارین. حالا کله مانکن چند مدل توی بازار هست، هم خود سر مانکن هست، هم یه سری مانکن تلقی هست که فقط موژه بهش چسبیده میشه دیگه، یه قسمتی از صورت کل مانکن نیست، ارزون‌تره، اونها هم میتونه به عنوان تمرین براتون مناسب باشه. و حالا بعد از تمرین روی مانکن هم که شما اصلا نیاز به مدل زنده دارید، یعنی باید از خواهر، مادر، دختر خاله، دوستاتون استفاده کنین که تمرین داشته باشین، اون حس مشتری انجام دادنه و اون استرس براتون برطرف بشه. چون توی سالن باید مثل یک آدم مسلط رفتار کنین، یعنی کسی نباید بدونه که شما مبتدی هستین یا تازه شروع کردین، برای اینکه بتونین هم یک حسی رو ایجاد بکنین که هم مشتری به شما اعتماد بکنه، هم توی سالن واقعا اون لحظه که شما میرید برای تست و مصاحبه رفتار شما مشخص میکنه که شما چقدر به کارتون مسلط هستید.